یه جایی هست تو قلب روم که نه مردم میتونن برن توش و نه حتی خیلی از کشیشا. میخوام تو این پست با هم دیگه بررسی کنیم واتیکان و پرونده های مرموزش رو. با من همراه باشین در ادامه ویدیو. یه آرشیو بزرگ پر از پرونده های محرمانه و دستنوشته های قدیمی. آره درست شنیدی، آرشیو مخفی واتیکان. میگن تو اینجا چیزهایی نگه میدارن که اگه رو بشه کل تاریخ مسیحیت زیر رو میشه. ولی واقعا چی تو این آرشیو قایم کردن که اینقدر ازش میترسن؟ بیایید با هم بریم سراغ این راز مرموز. اینجا فایلی ممنوع است و تخصص ما بررسی راز و رمزهای دنیای هستیه. آرشیو مخفی واتیکان یکی از اسرارآمیزترین جاهای دنیاست. این آرشیو تو سال 1612 توسط پاپ پاول پنجم تأسیس شد و از همون موقع تا الان کسی حق نداره همین جوری واردش بشه. حدود 85 کیلومتر قفسه بندی داره که پر از اسناد تاریخیه، کتاب‌های نایاب و نامه‌های فوق محرمانه. حالا سوال اینه چرا اینقدر باید مراقب این مدارک باشن؟ مگه چی اینجا نگهداری میشه؟ یه سری‌ها میگن تو این آرشیو نامه‌هایی از پاپ‌های قدیمی به رهبران قدرتمند دنیا هست که اگه افشا بشه چهره کلیسا کلاً تغییر میکنه. از جمله اسنادی که مربوط به محاکمه گالیله است، همون دانشمندی که گفت زمین دور خورشید میچرخه و کلیسا به خاطر این حرف محکومش کرد. حتی میگن یه سری از کتاب‌های باستانی هم هست که میتونه ثابت کنه حقایق دیگه هم وجود داره که کلیسا ازش میترسه. اما خب نظر مردم چیه حالا؟ یه عده هم میگن اینا فقط یه شایعه است. میگن بیشتر از این پرونده ها فقط مدارک اداری و نامه‌های معمولی هستن که ربطی به هیچ توطئه و هیچ رمزرازی نداره. ولی سوال اینه اگه فقط یه مش کاغذ بی‌ارزشه چرا اینقدر سختگیری میکنن؟ چرا فقط محققای خیلی خاص حق دارن که برن اونجا و حتی اونا هم نمیتونن هر چی دلشون خواست بردارن و ببینن؟ واقعیت هر چی که باشه این رازهای پنهانی واتیکان همیشه کنجکاوی مردم رو تحریک کرده. حالا شما فکر میکنین واقعا توی این آرشیو ها چی نگهداری میشه؟ نظرتو برام کامنت کن و بنویس و یادت نره که اگه از این جور داستان ها خوشت میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنین. منتظر رازهای بیشتری از دنیای ممنوعه و فایل ممنوعه باشین.